رسول اکرم میگوید دوست داشته ترین توبه به سوی خدا توبه جوان است. جوانی که دست میبردارد در حالتی که او قادر است که زنا کند، او قادر است که حرام کرده های خدا را رجوع کند، او قادر است که از حرام کرده های خدا بخورد، او قادر است که قتل نفس کند، لیکن همه این کردارهای بد یک جانب میگذارد و پای خدا به سوی مسجد آموخته میکند و وجود خودش در بالای جای نماز آموخته میکند. رسول اکرم گفتند این جوان دوست داشته ترین جوان به سوی خداست از روی آنی که این به سوی خدا توبه میکند.